قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه های با دعوتگران مهمان کانون های گرم شما گرامیان هستم. در این برنامه از سری برنامه های با دعوتگران با دعوتگرا بیدارگر دیگری در خدمت شما هستیم. به اجازه شما گرامیان، خدمت جناب استاد رحمت الله فطرت که در استودیو با من حضور دارند عرض سلام و ادب دارم و حضورشان را به استودیو خوش آمد میگم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خود سلام و تمنیات خود خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی و سال حق تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر جایی که هستند لباس عافیت به تن داشته باشند و روزگاری نیک را پشت سر بگذارانند. سلامت باشین. تشکر جناب استاد. البته روال برنامه با دعوتگرانی است که ما میخواهیم بر علاوه نامتان که ذکر کردیم بیشتر از زندگی شما بدانیم که استاد رحمت الله فطرت در کجا متولد شدند و دوره اولیه آموزشی خود در کجا سپری کردند. من در سال 1362 خورشیدی در شهرستان به نام مارمل مربوطات ولایت بلخ در افغانستان که مرکزدار جبهات استاد ذبیح الله شهید که از چهره‌های مطرح کشور ما افغانستان عزیز هست، در اونجا تولد شدیم و بعداً آوان دوری کودکی را در مکتب ابتدایی لیسه ابو که بعداً به لیسه ابو عصمت بلخی مبدل شد. در اونجا تا صنف پنجم در مکتب مصروف فراگیری علوم اصلی بودیم و بعدش هم وارد مدرسه دینی به نام مدرسه خواجه عبدالخالق غژدوانی در شهرستان مارمل شامل مدرسه شدم و بنا به مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت و جنگ‌های تنظیمی که در او مدت زمان در اونجا وجود داشت و ما مجبور شدیم که بعد از مدت زمان راهی داستان و بلخ شویم، به اصطلاح ولایت بلخ شوم و بعدا هم تا آمدن دوره طالبان که رفت آمد و همچنین تکرار مکرر ما در ولایت بلخ که در مدرسه بودیم و بعدا هم آمدیم وارد بلخ شدیم و درس‌های دینی را در ولایت بلخ سپری کردیم. یعنی در مرکز در خود شهر. بله. و بعد در سال 2002 میلادی بعد از فروپاشی نظام طالبانی که اندک روال تدریس نظام مدرسه‌ای به کندی گرایید، آمدیم به طرف پاکستان. اولین بار که من در پاکستان آمدم در شهر پشاور پاکستان وارد مدرسه دینی شدم و مدت 8 سال متواتر در شهرهای مختلف پاکستان مصروف فراگیری علوم دینی بودم که در آخرین مرحله از جامعه محمدی واقعی گجرانوالا مربوط ایالت پنجاب پاکستان از او مدرسه فارغ شدم و بعد رفتم در افغانستان مصروف دعوت و تدریس در مدرسه دینی که ابتدا مدرسه که در اونجا علوم دینی را فرا گرفته بودم، در اونجا به صفت استاد استخدام شدم و بعد از مدت 6 ماه بیشتر نگذشت که پس دوباره بر مزار برگشتم. تقریبا 2 سال مکمل یا بیشتر از آن همکاری در مدرسه حسن ابن علی
در مربوطات ولایت بلخ منطقه به نام پروژه آی عقب قرارگاه جمعه سک در اونجا مصروف تدریس بودم و بعد از گذشته 2 سال شامل دوره دانشگاه شدم و ای که از حقوق و علوم سیاسی سند فراغت به دست آوردم. از کدام دانشگاه؟ دانشگاه خصوصی به نام تاج در ولایت بلخ است و بعد از متصل آمدم برای تکمیل دوره دروس اصلی و اصطلاح در دانشگاه سلام در کابل که از مقطع ماستری سند فراغت به دست آوردم. خب جناب استاد، پس شما ماشاءالله مانند سایر افغان ها البته بعد از یک مدت افغانستان ترک میکنین و به طرف پاکستان میرین و در پاکستان هم گفتین مدت 8 سال سپری کردین. در پاکستان فقط فکر کنم که دوره مدرسه بود، چون شما کلمه جامعه را کار بردین. شاید برخیا از این کلمه جامعه که در عربی دانشگاه گفته میشه طور فهمیده باشن که دانشگاه هست. آیا چرا جامعه میگن در پاکستان؟ اینطور ما اصطلاحاتی داریم در هر منطقه. مثالی از این که اصطلاحات جامعه در عربستان سعودی برای دانشگاه اطلاق میشه بله. و در افغانستان دانشگاه یا پوهنتون اطلاق میشه و در افغانستان مدرسه اطلاق میشه. ولی اصطلاحاتی که در مدارس نسبتا بزرگتر در پاکستان بوده برای از او جامعه اطلاق میکنن. البته در سطح یعنی انستیتوت و معهد و ایناست. بله. ولی جامعه‌ای که در پاکستان اطلاق میشه معادل واژه دانشگاه یا پوهنتون نیست. بله. و یا هم یونیورسیتی نیست. بلکه یک مرکز بزرگتر را که نسبتا از لحاظ تدریس و نظام درسی قوی‌تر یا منظم‌تر بوده اونجا به نام جامعه اطلاق میشه. خب قبل از اینکه شما گفتین وارد دانشگاه شوین پا به عرصه دعوت گذاشتین، یعنی عملا حتما امامت و خطابت را در مسجد به عهده داشتین یا چگونه؟ بله دقیقاً به یاد دارم زمانی که حکومت طالبان سقوط کرد و بعد از سقوط حکومت طالبان در ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بلخ 1 سال به عنوان مبلغ رسمی از طرف حکومت در اونجا ایفای وظیفه داشتم که در روز جمعه وظیفه ما تبلیغ در مساجد بود، دعوت بود و بدون از اینکه ما از طرف حکومت به عنوان مبلغ یا دعوتگر استخدام شدیم یا نشدیم، ولی دعوت یکی از رکن اساسی اعتقادی برای ما بود و هست و ما همیشه در هر مسیر که رفتیم و بودیم کار ما وظیفه ما دعوت مردم بوده. به خاطر که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، ولی کلمه اطلاق منکم که راجع به مسلمان خاص و ما الحمدلله هم یکی از افراد امت اسلامی هستیم و یکی از طرف حکومت مسئولیت داشتیم یا نداشتیم این وظیفه و مسئولیت ما بود. ولی نسبت به شایستگی که در او وقت رئیس حج اوقاف در منطقه دید و ما را استخدام کرد و ما سپاسگزارش هستیم، بلکه دعوت وظیفه ما بود و هست و قبل از اینکه ما وارد مدارس در پاکستان شدم. خب جناب استاد، روند دعوت و دعوتگری را در افغانستان چگونه میبینین؟ چگونه ارزیابی میکنین؟ به خصوص در عصر حاضر در میشه گفت تقریبا کمتر از 2 دهه اخیر سیلی از رسانه ها در افغانستان دارن فعالیت میکنن و اغلب رسانه ها است که فکر کنم مفاسد و منکرات و بیبند و باری ها را ترویج میتن. دعوت و دعوتگری را و پروسه دعوتگری در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین فعلا؟ امی که الله متعال در قرآن کریم میفرماید فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین مکذبین مفسدین. در آیات مختلفی که الله متعال میفرماید یقینا سیر و سیاحت در اماکن مختلف برای انسان دراسه های متعدد را میآموزند. همچنین ما زمانی که قبل از اینکه وارد پاکستان شویم با فکری دیگر که ما داشتیم و یا همچنین ای که ما مدت کوتاهی که برای عمره در عربستان سعودی قدم گذاشتم، ولی اسلوب دعوت و دعوتگری را ما در اینجا تماشا کردم. نقصان و مشکلات را بلی که طبقه دعات در افغانستان دارند و ما ای را انکار نمی کنیم، خصوصا برخوردهای سلیقه‌ای در سیستم دعوت در افغانستان یکی از اسلوب یا چالش های بزرگ فراراه داعیین یا دعات در افغانستان هست که یعنی به صورت کل براتان بگم که
به طور منظم دعات یا داعیین در افغانستان داخل یک چوکات قانونی نیستند و از طرف حکومت اداره نمیشن و بنابراین هر کس هر چه خواست میخواهد که بر اساس ترویج بازار فکری خودش بیا بالای مردم هر چه دانست او را به عنوان دین بقبولانه. بنابراین جمود اعتقادی تقلیدی سبب شده که مردم ما را اکثریت به بیراهه بکشانه و مسئله که شما از رسانه ها اشاره کردین، بله دقیقاً در افغانستان یک رسانه مستقل بی‌طرفه که آمده فقط سینه او باز برای دعات و دعوتگران باشه وجود نداشته. خب جناب استاد، علمای افغانستان، قشر دعوتگری که در افغانستان مشغول فعالیت هستند، مشغول خرافات زدایی و بدعت زدایی هستند، فکر نمی کنین که برعکس دیگه تیف ها و دیگه قشر ها و دیگه طبقایی که در افغانستان هر کس رسانه داره، رادیویی داره، تلویزیونی داره، روزنامه هایی داره، فعالیت میکنن، حضور اینا کمرنگ است و شاید هم هیچ ملحوظ و محسوس نباشه؟ بله دقیقا در افغانستان رسانه هایی که میایه اگر گاه ناگاه دعات را در برنامه های هم به نام اسلامی دعوت میتن، ولی او برنامه ها عادتا در اوقات نماز مانده میشه، ساعت 12:30 مانده میشه. ما خودم بار بار در رسانه هایی که در افغانستان شرکت کردیم، ولی وقت نشر از او ساعت 12:30 بوده که مردم وقتی که به طرف نماز جمعه میرن او برنامه‌ای که ما در اونجا ضبط کردیم و اشتراک کردیم به نشر گذاشته میشه. یعنی در حقیقت رسانه های افغانستان به صورت مجموعی از علما به عنوان یک سپر برای مشروعیت خودشان استفاده میکنن که برای اگر گاهی اوقات انتقاد یا نقد وارد علیه از اینها شود بیان نشان بدن که ما برنامه های اسلامی داریم، مثلا فلان مولوی صاحب یا فلان استاد یا فلان و فلان امروز برنامه داشت تحت این یا تحت آن و این را ببینن که شما ما هستیم. ولی متاسفانه که بجای از اینکه ما یک رسانه مستقل دعوتی در افغانستان نداریم که به صورت کل به تقدیر از علما بکنه، صدای علما را به گوش سوال من اینجاست که چرا نداریم؟ و من میگم علتی از اینکه برای اسطوره چراگویی که شما خلق کردین من پاسخ میتم. ما متاسفانه در طول تاریخ از دوره جهاد گرفته و تا به امروز مشکل اساسی که ما در افغانستان داشتیم، ناخودآگاه رفتیم همیش به خاطر منافع دشمن ما فتوای دینی صادر کردیم، ولی هیچگاه مرمی را بر هدف نزدیم که ما آمده باشیم کاری کرده باشیم. علما در دوران جهاد مصدر فتوا بودن، علما در دوران جهاد زمانی که در حکومت کنونی وحدت ملی که مشکل پیش بیاید میه حکومت بار دوش خودش را برای علما میاندازه و از طریق علما مرفوع میکنه، ولی ما احساس مسئولیت انقدر نکردیم که ما در مقامات بلند حکومتی حکومت بیاییم حداقل در وزارت مربوط از علما که وزارت ارشاد و حج و اوقاف است یک عالم برجسته از افغانستان را معرفی بکنیم تا ای که او به درخور جامعه افغانی و خصوصا علمای افغانستان باشه. پس بنابراین وقتی که ما آمدیم مسئولیت خود را ندانستیم، رفتیم به طیف‌های مختلف تقسیم شدیم، به احزاب مختلف تقسیم شدیم. یک علت مشکل اساسی که ما در افغانستان داریم و علت بزرگی که امروز گریبانگیر ما شده تقسیم دعات و علما به تنظیم‌های سیاسی در افغانستان بوده که این باورمندی طیف عوام را یا قشر عوام را نسبت به علما و نسبت به دعات کمتر ساخته. مثل که یکی از استادهای ما در دوران مدرسه میگفت که گرایش‌های سیاسی برای یک دعات 52 نقصان را داره. و واقعا از این که زمانی که یک داعی، یک دعوتگر میره بر یک تنظیم سیاسی یا بر یک جریان سیاسی او طرفداری خود یا وابستگی خود را نشان میده و شاید در پیش خود احساس بکنه که این راهی است که من از این طریق بتونم دعوت خود پیش ببرم، ولی متاسفانه است که باورمندی مردم را نسبت به خودش میکاهه و جهت نظام را یا ای که محبت را که مردم به این دعوتگر و ادعایی دارن دروازش را بسته میکنه. جناب استاد شما به نقاط مهم تماس گرفتین، اما باز هم من
مشخصا نفهمیدم که مشکل از چه طرفی است. مشکل از دولت است، مشکل از خود دعات است، از خود علما است. اینا چرا منسجم نمیشن؟ چرا هماهنگ نمیشن؟ چرا یک تشکلی را در افغانستان ایجاد نمیکنن برای دفاع از کیان علما، برای دفاع از ملتی که فرد ملت البته طرفدار علم و علماست؟ دقیقا ما ابتدا باید براتان عرض بکنم که مشکل از دولت نیست، مشکل از علما هست. یک ادعای هست، ولی من میگم ادعای خود تلاش میکنم که ثابت بکنم، ولی بینندگان محترم را ما باید قناعتش فراهم بکنم. وقتی من میگم مشکل از علماست، دقیقا شما میدونین که در هر جامعه و خصوصا در جامعات اسلامی و خصوصا کشور عزیز ما افغانستان، یک حرم بزرگی از قدرت سیاسی را علما تشکیل میدن. اگر زمانی که علما بیاید متحدانه بر یک گام واحد، بر یک صف واحد ایستاد شوند، برای حکومت دساتیر را بیان صادر بکنن، فرمان را بیان صادر بکنن، خواهشات را برای اصلاح سازی حکومت روی دست داشته باشند، البته با قطع نظر از گرایش های تنظیمی. یعنی جاست ما میتونیم، ما به صورت کل میره به قاطعیت اعلان میکنم که ما علما میتونیم که وضعیت نظام و حکومت داری را در افغانستان بیم تغییر بدیم. شکل حکومت را ما بیم از حالت موجوده سکولاری به نوع نظام حکومت اسلامی ما بیم تبدیلش بکنیم، مبدل بکنیم. ولی متاسف هستم که در یک کشور که نظام حکومت داری در کشور با خون مجاهدین بنا نهاده شده باشه، ولی در رأس حکومت یک آدم سکولار که اعتقاد به هیچ ارزش دینی و دیانت نداره، او بیاد در رأس حکومت بیاد، پس این خودش نشانه ضعف از علما و نشانه از بی‌باوری اعتقاد مردم نسبت به دعوتگران است. خب استاد گرامی، منتقل میشیم به محور دیگر که جوان ها هستند در افغانستان. امروز عده‌ای از جوان ها را میبینیم که در فضای مملو از، باز هم میگم، رسانه های فاسد و بی‌بندوبار دین گریز و حتی دین ستیز شدن. باز همینجا فکر میکنین که علما مقصر هستند؟ دو تا مسئله در اینجا وجود داره. ما در این مسئله تنها علما را مقصر نمیدونیم، ولی مشکلی اساسی که در اینجا وجود داره تهاجمات فرهنگی که نسبت به ملت افغانستان در شرایط کنونی وجود داره. و این نبوده که دعوتگرا دعوت نمیکنن یا دعات خوابیدن، نه، دعوت وجود داره. مبارزات یعنی تقابل فرهنگی از طرف دعات و از طرف طیف سکولار و بیدینی که در جامعات افغانستان یا در دانشگاه های افغانستان وجود دارند، بیشتر مصروف کار و مصروف فعالیت هستند. این وضعیت در اونجا وجود داره. ولی هم باز هم مشکل اساسی این است که در جامعه ما در افغانستان اکثریت مردم از روح اصیل اسلامی ناآگاه هستند. حتی میم به عنوان مثال نداشتن علم کافی یا توانمندی درست از دراسه دینی یک دلیل بسیار بزرگ می باشه. من به عنوان مثال یک مثال میتونم براتون. ما در منابر افغانستان از زبان بسیار علمای بزرگ افغانستان، دعوتگران بزرگ افغانستان، بار ما شنیدیم توصیف و تعریفی از دکتر علی شریعتی را، ولی اون عالم بیچاره نمیدونه که دکتر علی شریعتی چه کاره بوده. در حال دکتر علی شریعتی به عنوان یک مهره زهرآگین در میان امت اسلامی آمده، لباس میش بر تن کرده، ولی اون گرگ درنده که بر اعتقاد ما آمده صدمه وارد کرده. وقتی یک دعوتگر ما از مفکوره شریعتی آگاهی نداشته باشه، شاید انتقاد تند بینندگان ما شاید در این مورد یا در یک کلمه ما جلب توجه به طرف خود کرده باشم، ولی ما آدرس میتونم در کتاب که علی شریعتی داره به نام فاطمه است، در صفحه 4 این کتاب نوشته میکنه. ببینین افترای بزرگ بر ازواج، بر خلیفه دوم مسلمانان عمر بن خطاب رضی الله عنه. میگه عمر، میگه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر مزرعه فتک را ازش گرفت، از فاطمه، و عمر با جمع یارانش بر خانه فاطمه الزهرا حمله آورد، هجوم آورد و با ضرب شمشیر سقط جنین صورت گرفت و فاطمه دست اولادهایش را می گرفت، همواره در منطقه بیت الاحزان می رفت
و همواره بر دشمنانش لعنت و نفرین میفرستاد که اینجا هدفش ابوبکر و عمر رضی الله عنهما هستند. امروز ما مراسم تجلیل از بنام بیت الاحزان در افغانستان، در مثلا در کشورهای بزرگی که در اونجا تهاجمات فرهنگی وجود داره و من لعنت نسبت بر ابو سفیان از طریق منبرهای اهل تشیع از افغانستان شنیده هستم، ولی شورای به نام اخوت اسلامی در اونجا روی کار آمده و میآیند با مطرح کردن بحث اخوت اسلامی و مطرح کردن این بحث که ما انگیزه اخوت و برادری داریم، این تماما مسائل را میان فروکش میکنن. ما خود بر گوش خود شنیدیم که اللهم لعنهما ما ابو سفیان و معاویه، این لعنت صریحی از طریق منابرشان شنیده میشه. ولی این که زمانی که یک دعوتگره که یه پا به عرصه دعوت میگذاره ولی از اصول اعتقادات اسلامی خود وقتی که آگاهی نداشته باشه، من متیقن هستم که هیچگاه دعوت این دعوتگر تاثیر مثبت بر جامعه و برای قشری که او دعوت میکنه نداره. اون مشکل دیگه که بیشتر ما در جامعه داریم این هست که دانستن عرف تخاطب در جامعه نقش مهم را داره. یک دعوتگر باید نقش اما مخاطبین را بشناسه که وضعیت کنونی ایجاب چی را میکنه. یعنی هدف نیست خاطب الناس علی قدر عقولهم. دعوتگر ما در پای منبر همیشه بحث میکنن از داستان بلقیس همراه سلیمان، یا مثلا از داستان قصه‌ای که همراه با سلیمان بوده. داستان و قصه و عبرت‌هایی که در قرآن کریم آمده، بجای از این که بیاید دعوتگر ما این تطبیق بده بر جامعه کنونی امروز که ما چی هستیم. خداوند الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، در داستان یوسف علیه السلام. ولی این جایی که بیاید دعوتگر بیا صبر و استقامت یوسف در راه دین را و صبر و استقامت یعقوب علیه السلام در خلال دوری از فرزندش را بیا در جامعه تمثیل بکنه و این را مطابقت بده، فقط فکر میکنه که قرآن یک داستانی است برای شنیدن، قرآن یک داستانی است برای گفتن. پس این مشکلات بزرگی است که ما عرف تخاطب را در جامعه درک نکردیم و می همیشه داستان‌هایی را بحث میکنیم. جامعه‌ای که ما نیازمندی از این هستیم که بریم مردم نماز یاد نداره. ما متیقن هستم که اکثریت مردم نه رکوع را میفهمن، نه سجود میفهمن و نه قیام میفهمن و حتی سوره فاتحه را نمیتونن بخونن. ولی زمانی که دعوتگر ما میره از بحث تکنولوژی و از بحث معلوماتی در هوا بحث میکنه. پس ندانستن عرف تخاطب هم یکی از مشکلات اساسی است که این دعوتگر در حقیقت دعوتی ازی به معنای ازی کل عدم هست. یعنی باید ابتدا شما میگن یک دعوتگر وقتی در جامعه در یک محیط معین وارد دعوت میشه باید نیازهای اصلی افراد مورد مخاطبش باید درک بکنه، بعد از او بر اساس این نیازها دعوت خود تنظیم کنه. بله دقیقاً. یگانه یک مشکل دیگه هم که در جریان دعوت ما در دعوتگران وجود داره ای که وابستگی اقتصادی دعوتگران بر قشر اغنیا در جامعه هست. البته بخشی از مشکلات دعوتگران است. بله مشکلات دعوتگران هست. بیاید فکر میکنن. استاد گرامی، البته مشکلات دعوتگران نیاز به بحث مفصل دارند که وقت برنامه ما در همین لحظات و در همین دقایق به پایان میرسه. من از شما جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه پای برنامه خودشان نشستن و برنامه با دعوتگران مشاهده کردن. تا انشاءالله در برنامه آینده در قسمت بعدی این برنامه صحبت هایمان را با جناب استاد فطرت ادامه خواهیم داد. تا آن دم و آن لحظه همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا